دلالا یکیشون آقای یزدان پناهه که او دلال آمد در داوری بین المللی که جلسه تشکیل داده بود راجع به همین کرسنت، اون آدم آمد شهادت داد و ما بهش گفتیم که آقا شما نرو از اینجا، اگه بریز بلا سرت در میارم، با توجه که به نفع کشور شهادت داده بود ایشون. ما این عرض کردیم بهشون، ولی متاسفانه ایشون رفت به امارات و در اونجا ناپدید شد. بعد از شهادت اولش به شهادت دوم دیگه نرسید که بیاد توی داوری. و این یکی از دلالای اصلی بود که با آقای مهدی هاشمی هم ارتباط داشته و ارتباطش در پرونده های مختلفی مطرح بوده. و یه بحث دیگه هم آقای ترقیجا بود که این آقای ترقیجا مأموریتش بود که الحاقیه ششم رو به این قرارداد به اصطلاح ضمیمه کنه و الحاقیه پنجم میدونین که این بوده که تا سال 82 اگر اعتبار اسنادی مورد نیاز رو نتونه شرکت کرسنت تأمین کنه برای ایران و برای شرکت نفت حق داشته در سال 82 این قرارداد رو فسخ کنه. اما متاسفانه آقای ترقیجات با دلالی و پولی که میگیره و پولا هم ردیابی شده و از بانکایی که به حساب ایشون ریخته شده از امارات و ایشون به چه کسایی پرداخت کرده هم اقرار ایشون وجود داره و هم آدمایی که پولا رو گرفتن اقرار کردن به گرفتن رشوه. و این باعث شده که الحاقیه ششم بیاد وسط. الحاقیه ششم میاد انحصار فروش گاز به شارجه رو در اختیار کرسنت میذاره. آقای احمدی‌نژاد بنده رو مسئول کردن که بنده برم با شرکت کرسنت مذاکره کنم. نه، به عنوان رئیس مرکز امور بین الملل حقوقی. حاکم شارجه وقتی ما خدمت ایشون رسیدیم و با ایشون مذاکره رو شروع کردیم، چند تا نکته مهم برای من تعریف کرد. ایشون هم قبول داشت فساد توی قرارداد بوده. گفت حالا که ما با این توافق او فساد و رشوه رو پشت سر گذاشتیم، الان که دیگه رشوه‌ای وجود نداره که اینو ادامه بدیم. متاسفانه آقای زنگنه در یه مصاحبه‌ای که من جدیداً دیدم گفتن که بر فرض محال اگر فسادی باشه، آقای زنگنه خودشون میدونن که هم فساد بوده، هم ایشون جلوی خود بنده گفتن قبول دارم که فساد بوده، فرض محالی بس نیست، فرض اصلا نیست، یه واقعیت و فکت قصه اینه که فساد وجود داشته. اصلا اصل مغز متفکر این رشوه و ارتشاء و زد و بند در این قرارداد آقای مهدی هاشمی بوده. این آدمای دیگه که شما میگین اسم مثل آقای یزدان پناه و ترقیجا و اینا دلالایی بودن که با ایشون ارتباط داشتن. یعنی اگر یه آقازاده تشریف نداشت یه اتفاقات من نظر من به وجود نمی آمد در ایشون. و جالبیش یه آقای زنگنه که هنوز معتقده این قرارداد خوبی بوده، علی‌رغمی که خودش قبول داره فساد درش بوده، علی‌رغمی که خودش قبول داره که در این قرارداد قیمت بسیار بسیار پایین و قیمت بخس، واقعا به قیمت بخس این گاز رو فروختن به کشور دیگه، این علی‌رغم این داره حمایت میکنه از این قرارداد. من فکر میکنم که هنوز داره از آقای مهدی هاشمی حمایت میکنه که رد پای او گم بشه. او خط داره دنبال میکنه. البته اگر این قرارداد سالم و بدون هیچ دخل و تصرف غیرقانونی انعقاد پیدا میکرد، حتما به نفع کشور ایران بود و میدون مشترکی که بلا تکلیف مونده ازش برداشت میشد و فروخته میشد و طرف مقابلمون الان داره کلی از این میدون مشترک میبره، سالها برده بازم داره میبره، ولی ما وایسادیم نگاه کردیم فقط.